یک روز پیش از حمله مرگباری که مسئولیت آن را دهشت‌افکن‌های جهادی بر دوش گرفتند، گروهی سیاحان خارجی در یک باغ دهه مهرآباد ناحیه واسع تاجیکستان خیمه زد. تا آن زمان جفتی امریکایی لارن گیاهگن و جی آستین هزارها کیلومتر راه‌های افریقا و اروپا را طی کرده بودند. سلام، ما 7 دوچرخه سوار در تاجیکستان سیاحت داریم. ما در راه شناس شدیم. گروهی ما از 2 آمریکایی، 2 شهروند شویتساریا، 2 نفر از هلند و 1 فرانسوی عبارت است. وقتمان خیلی خوش می‌گذرد و تاجیکستان هم کشور خیلی زیباست. روزی بعدی 29 ایول هنگام حرکت در شاهراه کولاب دوشنبه، سیاحان در قلمرو ناحیه دنقره مورد حمله گروهی دهشت‌افکن قرار گرفتند. تروریستان نخست سیاحان دوچرخه سوار را با ماشین پخش کردند و سپس با کارد و تبر زدند. در نتیجه 4 نفر کشته شد و 2 نفر دیگر به شفاخانه انتقال یافت. نفری هفتم از گروه کمی دیر مانده بود و از این رو جان به سلامت برد. و اما برمیگردیم به یک روز پیش به باغ دهه مهرآباد ناحیه واسع. جی آستین کمی به زبان روسی نیز حرف میزد و مهر و محبتش به تاجیکستان را پنهان نمی داشت. من و دوست دخترم عاشق تاجیکستان هستیم. ما تاجیکستان را دوست می داریم. این کشوری زیباست. میزبان سیاحان به یاد می آورد که مهمانانش از کمپوت یا آب میوه سیب بیهی حلاوت بردند. وقتی که سیاحان با همین شورای دوشنبه کلوب میگذشتند، باغ ما در نزد همین شورا است. دقت ویا را درختان کلان سایه افکن جلب کرد و ویا پرسیدن از ما اجازت پرسیدن که آیا ما میتوانیم که لحظه در همین گرمی روز در همین وقت استراحت همون ما البته را با جان دل و یا را اجازه دادیم. یک گروه سیاحان در باغ ما گذشته در سگ درختان سایه افکن 6 تن استراحت کردند. از این مهمان نوازی تاجیکان سیاح امریکایی خیلی خوشحال بود. The people of Tajikistan are very nice. It has been a challenging journey with مردم the high تاجیکستان بسیار elevation. مهربان هستند. سیاحت ما چالشی زیاد دارد. گاه به قله‌های پامیر بالا میبرایم و گاه تا وادی‌های وخان و برتنگ پایین میشویم. گاه دوچرخه بوم 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 به زمین میخورد، ولی این حال بسیار خوب است. ما در این سفر دوستی زیاد پیدا کردیم. خوشبختیم که در تاجیکستان در راه به دوشنبه هستیم. And we're very happy to be in Tajikistan and to be heading toward Dushanbe.